در کنار کاهش 30% پریخ‌های تاجیکستان حتی ترکیب خاک و نباتات کشور آسیب پذیر شدند. این را پژوهشگران اکادمی علوم تاجیکستان ضمن تحقیق بلندی‌های بدخشان معاین کردند. نتیجه آن 13 ایول در نشست مطبوعاتی بیان شد. روچ بدخشان میگیم در بدخشان بسیار خوب به نظر میرسد پیش از همه تغییریابی اقلیم و تاثیر اون به عالم نباتات و حیوانات این منطقه. یعنی ما الکای دیده ایستادیم، علمان ما مشاهده کردن و بس همه علمان جهان رسانیدند که عالم نباتات و حیوانات از پستی ها به بلندی ها کوچیده ایستاده است. هرچند تاجیکستان یک کشور کوچک کوهستانی است و صنعت پیشرفته ندارد، اما به اعتقاد کارشناسان در برابر تغییر اقلیم در سیاره بسیار آسیب پذیر است. به واسطه حجتی که در کیوتو امضا شد در این مسئله شما می‌بینید که بعضی ابرقدرت‌ها امضا نکردند و یا کوشش از آن برآمدن دارند از اون سازشنامه‌ها. چون که اساس تغییر اقلیم ضرری که انسانیت به اتمسفر رسانیده ایستاده است و محیط زیست رسانیده ایستاده است. اساساً اجزای پرتاب‌های کارخانه‌های کلان صنعتی است که همگی در یک چند کشور عالم که انگشت شمار هستند این پرتاب‌ها قریب 80% به آنها راست می‌آید. به گفته کارشناسان با وجود گرمی کره زمین در تاجیکستان برای حفظ محیط زیست تدابیر ضروری اندیشیده نمی شود و در پی ساختمان کارخانه‌های آهن‌گدازی و تولید سمنت و استفاده ماشین‌های فرسوده و درختبوری‌ها ساکنان تأثیر تغییر اقلیم را هرچی بیشتر احساس می‌کنند. و این من فکر می‌کنم که نه تنها برای یک جمهوری تاجیکستان برای تمام انسانیت بسیار خطر جدی است اگر انسان‌ها درک نکنند که با طبیعت یگانه هستند، انسان و طبیعت جدا نشونده است. هر چیزی ضرری که ما با طبیعت میرسونیم ما نتیجه جواب آن را نیز میگیریم. به اعتقاد کارشناسان و سازمان‌های بین‌المللی تغییر اقلیم مشکلات ساکنان تاجیکستان را می‌افزاید و در صورت نااندیشیدن چاره‌ها برای مطابقت با شرایط و اقلیم نو ممکن است میزان کمبزاعتی افزایش یابد.